بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و نصلی و نسلم على صفوة خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته که خدمت شما بزرگواران بودم، برخی از اصول و قواعدی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث گران قدرش برای من و شما تدوین فرموده بودند، این اصول و قواعد رو خدمت شما بیان کردم. در جلسه امروز هم می‌پردازیم به یکی دیگر از قوانین و اصولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان آیین دین و زندگی و دستور العملی برای زندگانی و دیانت تعیین کردند. یکی دیگر از این اصول را انشاءالله بررسی خواهیم کرد. اصلی که امروز می‌خوایم درباره آن سخن بگوییم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یکی از احادیثی که در صحیح مسلم هست بیان فرمودند و آن این که می‌فرمایند ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. گذشت مایه عزت است. گذشت کردن، درگذر کردن از خطاکاران و کسانی که مرتکب اشتباهی شدن در حق شما، بخشیدن و عفو کردن، این مایه عزت هست. این که شما از یک خطاکاری درگذر کنید، او را ببخشید، برخلاف بسیاری از تصورهایی که وجود دارد، برخلاف دیدگاه بسیاری از مردم، این ذلت نیست بلکه عزت هست. گذشت کردن و معاف کردن در زمانی که انسان توانایی انتقام را دارد، توانایی قصاص را دارد، این واقعا عزت بسیار بزرگی هست. این نشانه بزرگواری هست، نشانه همت والایی هست و نشانه عزت و سرفرازی است. این قاعده و این اصل در مورد چگونگی برخورد با خطاکاران و روابط اجتماعی هست. کسانی که در حق من و شما کوتاهی می کنند، ظلم و ستمی روا می دارند، اشتباهی رو مرتکب می شوند، ما چگونه با این افراد برخورد بکنیم؟ شریعت اسلام چی چیزی را اولویت قرار داده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به من و شما چه توصیه در این زمینه فرمودند که در این زمینه ما چگونه عمل بکنیم؟ در زمان جاهلیت و قبل از اسلام و همچنین امروزه در جوامعی که جاهلیت زده هستند، متأثر از افکار و عادات و رسوم جاهلیت هستند، متاسفانه روح گذشت، روح بخشش و عفو کردن وجود ندارد. به ندرت می توانید افرادی رو پیدا بکنید که از حق خودشون بگذرند و از کسانی که مرتکب خطا و اشتباه شدند گذشت بکنند و آنها را معاف بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیح می فرمایند ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. گذشت مایه عزت هست. در زمان جاهلیت اتفاقاتی می افتاد بسیار جزئی و پیش پا افتاده، اما این اتفاقات خیلی ریز و بی‌ارزش سبب درگیری می شد، سبب جنگ می شد و سالهای سال چندین قبیله درگیر بودند و صدها و هزاران نفر کشته می شد و سببش یک امر بسیار بسیط و بسیار ساده‌ای بوده. صرفاً این که شتر فلانی قبل از شتر فلان کس رفته آب خورده، این میشد مایه جنگ و مایه فتنه بزرگ. هیچ گونه گذشتی و بخششی رو
برای خودشون نمیپذیرفتند، بلکه برعکس این رو مایه ننگ و ذلت برای خودشون قلمداد میکردند. اسلام آمد تا اینکه روابط اجتماعی ما را سامان ببخشد و این روابط را مستحکم بگرداند. این قواعد و این گونه ضوابطی رو میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما بیان میفرمایند. ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. نه تنها بخشش و درگذشت کردن و معاف کردن مایه ذلت نیست، بلکه برعکس مایه عزت هست. اما واقعا بخشیدن و درگذشتن، نادیده گرفتن اشتباهات دیگران و خطاهایی که مرتکب میشوند، این کار هر کس نیست. هر کسی نمیتواند بر اغواهای نفسانی، بر غروری که دارد، بر تکبری که دارد، بر هوا و هوسهای شیطانی و وسوسه های شیطانی غالب بشود. بخشیدن و درگذشتن از خطاکاران و کسانی که مرتکب اشتباه شدن در حق انسان، این واقعا از کارهای انسانهای بزرگوار هست، انسانهایی که واقعا عظیم هستند، بسیار بزرگ هستند و جوانمرد هستند. آن کسانی که دارای اخلاق پیامبرگونه هستند و متأسی هستند به اسوه رسول الله صلی الله علیه وسلم و از روش رسول الله صلی الله علیه وسلم تأسی می کنند و پیروی می کنند. و انک لعلی خلق عظیم. اون پیامبری که الله متعال دربارهش می فرماید که تو دارای اخلاق بسیار عظیم و والایی هستی. آن کسانی که سهمی بردند از این اخلاق والا و از این عزت نفس و از این اخلاق پیامبرگونه، آنها می توانند که ببخشند، معاف بکنند، از حق خودشون در بگذرند. واقعا بخشش و عفو کردن و درگذشتن از خطاکاران و کسانی که مرتکب اشتباهی شدند، این کار بسیار عظیمی هست و تنها از انسانهای عظیم و جوانمرد و بزرگمرد برمی آید. ببینیم زندگانی رسول الله صلی الله علیه وسلم را. در ابتدای دعوت همه میدانیم که چه مصیبت هایی رو مشرکان قریش بر رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد آوردند، چه شکنجه ها و آزارهایی رو، فحش و دشنام و بدگویی و اذیت و آزار و مزاحمت های بسیار زیادی که حد و حصری ندارد. همه اینها از جانب مشرکین مکه و قریش علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما تقدیر الهی بر آن رفته بود که یک روزی همین پیامبری که مظلوم هست، مورد آزار و ستم هست، قدرتی رو ندارد که از خودش یا از پیروانش، از اصحابش، طرفدارانش دفاع بکند، یک روزی این غالب خواهد شد، مکه رو فتح خواهد کرد و این مشرکان خار و ذلیل در مقابلش زانو خواهند زد. اما این انسان بزرگوار در آن زمان چه خواهد کرد؟ آیا همان حقد و کینه هایی رو که عوام مردم در دل دارند، این پیامبر الله متعال هم مانند دیگران حقد و کینه به دل میگیرد و یک روزی که قدرت پیدا بکند انتقام میگیرد؟ خیر، کاملا برخلاف این. مشرکان مکه تصور میکردند و انتظار داشتند وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم غالب بشود، مکه رو فتح بکند، همه رو از دم تیغ میگذراند، زیرا که کار خیری رو برای رسول الله انجام نداده بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم خاطرات خوشی از این افراد نداشت، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که غالب شدند، زمانی که توانایی پیدا کردند و فرصت پیدا شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم انتقام بگیرند، فرمودند اذهبوا فانتم الطلقاء، بروید، شما آزاد هستید، شما رها هستید، من از شما انتقام نمیگیرم.
آری، آنهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی بکنند می توانند که ببخشند و از خطای خطاکاران درگذشت نمایند. واقعا هم همان گونه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. گذشت مایه عزت هست. وقتی که شما گذشت میکنید، از خطای کسی در میگذارید، نادیده میگیرید اشتباهش را، شما در واقع مانند متصدق هستید. گویا صدقه ای رو دادید، گویا احسانی کردید بر اون کسی که شایسته این بود که شما از اون انتقام بگیرید و قصاص بگیرید. شما بزرگواری فرمودید، احسانی کردید به اون طرف و اون طرف هم واقعا شرمنده این احسان شما خواهد شد. وقتی که بداند شما بهش احسان کردید، شما درگذشت کردید، بخشیدید، شما در نفس اون و در پیش اون افراد و در آن جامعه شما بزرگ میشوید، عزت پیدا میکنید، انسان جوان مردی خواهید بود. همه میگویند واقعا فلانی روزی که قدرت پیدا کرد، زمان قصاص رسید، زمان انتقام رسید و میتوانست انتقام بگیرد، میتوانست قصاص بگیرد، اما به خاطر الله متعال درگذشت نمود و بخشید. این واقعا عزتی هست که الله متعال به انسانهای بخشنده خواهد داد. گذشت مایه عزت هست. و وقتی که ما نگاه میکنیم در جامعه خودمون و در امور اجتماعی خودمون، به این نتیجه میرسیم که واقعا اصل خیرات و احسان به دو چیز برمیگردد. اساس نیکوکاری دو چیز هست: صداقت با حق و خوشرفتاری و اخلاق با خلق. صداقت با الله متعال، راست بودن در ارتباط با الله متعال، و خوش اخلاق بودن و برخورد خوب داشتن با بندگان الله متعال، با مخلوقات الله متعال. آنگونه که الله متعال می‌فرماید: ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. اگر شما احسان بکنید، کار خیری رو بروز بدهید، آشکار بکنید یا مخفیش بکنید، یا از بدی باز بیایید، معاف بکنید و ببخشید، مطمئن باشید که الله متعال بخشنده و مهربان هست، قدیر و توانا هست. عرض کردم که اساس نیکوکاری احسان دو چیز هست: صداقت با الله، اخلاق با بندگان الله متعال. و این برخورد و اخلاق با بندگان الله متعال و با مخلوقات در دو قضیه منحصر هست و خلاصه می شود. اولی نفع رسانی به مسلمانان و به انسانها، این که شما نفعی را به دیگران برسانید. ان تبدوا خیرا، اگر شما خیری را آشکار بکنید، نمایان بکنید، عملی بکنید، یک خیری را و احسانی را نسبت به دیگران، یعنی نفع رسانیدن به دیگران، این گزینه اول هست. و گزینه دوم این که شما شر خودتان را باز دارید از دیگران، از جانب شما هیچ گزندی و سوئی و مصیبتی به برادر مسلمان شما نرسد. او تعفو عن سوء، معاف بکنید از بدی شما به دیگران نرسد. این اساس اخلاق با جامعه هست و با انسانهای مسلمان هست. پس بنابراین اگر ما میخواهیم که عزت پیدا بکنیم در جامعه خودمان، اگر ما میخواهیم که بزرگواری رو کسب بکنیم در جامعه خودمان، جوان مرد باشیم، اخلاق پیامبرگونه‌ای رو در جامعه خودمان ایجاد بکنیم، اولا باید ایصال نفع بکنیم به دیگران، نفع رسان باشیم نسبت به دیگران. و دوما اگر نمیتوانیم که به دیگران خیری برسانیم، نفع و سودی برسانیم، حداقلش این است که ضرر و زیانی رو ما به کسی نرسانیم. این برگرفته از همین آیه هست که الله متعال میفرماد: ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، یا ایصال نفع باشد، نفع رسانی به دیگران، و یا این که حداقل دفع ضرر باشد و آزار و اذیتی رو ما به کسی نرسانیم.
بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله خدمت شما باز خواهم گشت و مطالبی دیگر در این زمینه عرض خواهم نمود. هذه الميادين العامة بمدينة اسطنبول يتضمنون اليوم احتجاجا على رسوم الإسلام. إنه سب واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم تسلم حتى أمعاءهم في سخريتهم. هل تعرفون من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تعلمون لماذا يحبه العالم؟ ما الذي جعل جذع الشجر يحن ويبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم؟ الذي جعل هذا الجبل الساكن يهتز ضربا حين وقف عليه؟ إنه نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة. ستسألون عن ذلك الحب الذي ملك القلوب. ويا من تحاولون الإساءة لنبينا الكريم، تعالوا واقرأوا سنته واسمعوا كلامه. نحبك يا رسول الله ونفديك بأرواحنا. وكيف لا نحبه وهو نبي الإنسان يحزن لحزن طفل مات عصفوره. ستعلمون حقا أنه ما بعث إلا رحمة لكم. صلى الله عليه وسلم. آری بینندگان عزیز و ارجمند، ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. گذشت مایه عزت هست و واقعا گذشت کردن و معاف کردن یکی از والاترین اخلاقی هست که یک مؤمن و مسلمان میتواند که خودش را به آن بیاراید و به آن عمل بکند. شاید برخی از شما عزیزان این نکته به ذهنتون خطور کرده باشد که این همه تعریف و تمجید و این همه تشویق برای عفو و درگذشت کردن، مگر الله متعال در قرآن کریم به ما دستور نداده که می توانیم قصاص بکنیم، می توانیم انتقام بگیریم، می توانیم که مقابله به مثل بکنیم؟ میگویم آری، این حق مشروع شما هست. اگر کسی به شما ستمی رو روا داشته، شما می توانید مقابله به مثل بکنید. کسی بر شما تجاوز کرده، بر مال شما، بر جان شما، می توانید که از اون قصاص بگیرید، مقابله به مثل بکنید. این یک اصل هست و حق شما هست. الله متعال در آیات متعددی این حق را برای شما بیان کرده و این حق را ثابت نگه داشته برای شما. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. کسی جنایتی رو انجام داد در حق شما، تجاوز کرد بر حقوق شما، شما هم می توانید به همان مقدار پاسخگو باشید، مقابله به مثل بکنید. و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر میخواهید مجازات بکنید، تنبیه بکنید، انتقام بگیرید، در همون حدی که شما مورد ظلم قرار گرفتید مقابله به مثل بکنید. این حق مسلمی هست که الله متعال به من و شما داده، به کسانی که مورد ستم و جور قرار میگیرند. و جزاء سیئة مثلها. پاداش بدی هست، منتها به همان اندازه‌ای که بوده، به همان مقداری که بر سر شما بدی شده و ستم شده. نه این که اگر کسی به شما فحشی داد، شما 10 برابر و 100 برابر به خودش و به آبا و اجدادش فحش بدهید و ناسزا بگویید. اگر کسی قتلی را مرتکب شد، از یک قبیله مقتول بلند بشوند و 10 نفر را به خاطر یک نفر بروند به قتل برسانند. اگر کسی به شما 1 سیلی زد، شما به جایش 10 سیلی بزنید. نه، این حق شما نیست. جزای یک بدی هست، در همون حدی، به مثلها هست، دقیقاً به همون اندازه و با همون کیفیتی که بر شما ستم رفته، شما می توانید که مقابله به مثل بکنید. اما یک نکته رو نباید از نظر انداخت. چه تضمینی وجود دارد که شما فقط بتونید مقابله به مثل بکنید؟
دقیقا همون سیلی که شما خوردید همون سیلی رو دوباره بازگردانید. چه تضمینی وجود ندارد که به جای 1 سیلی 10 سیلی نزنید. چه تضمینی وجود دارد که این سیلی رو شما محکمتر نزنید. این حق شما نیست. به همون اندازه‌ای که شما کتک خوردید می توانید کتک بزنید و در همان حد باشه. بدین خاطر هست که این نقطه رو وقتی که انسان در نظر می گیرد، ارزش گذشت کردن، ارزش معاف کردن و بخشیدن رو واقعا انسان درک می کند. چه بسا انسان به جای این که حق خودش را بگیرد، ستمی فراتر از این را در حق برادر مسلمان خودش روا بدارد. پس همان بهتر که انسان متعال عفو بکند، ببخشد، و آنهایی که عفو میکنند و میبخشند الله متعال آنها را میبخشد. ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم. مگر شما نمیخواهید که الله متعال شما را ببخشد؟ پس شما هم بندگان الله متعال را ببخشید، معاف بکنید. این اخلاق کریمانه اسلامی هست. اخلاقی هست که فقط انسانهای جوانمرد، انسانهای کریم، انسانهای بزرگ و عظیم میتوانند که اینو به مرحله نمایش بگذارند و از خطاکاران و کسانی که مرتکب اشتباه شدند آنها را ببخشند و معاف بکنند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه جمله زیبایی رو دارند و میگویند که اذا قدرت علی عدوک، زمانی که بر دشمن خودت غالب شدی و چیره شدی، فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیه. چگونه میخوایی سپاسگزاری بکنی از الله متعال که شما را بر دشمنتون غالب کرده؟ میگوید بخشیدن دشمن را، معاف کردن مخالفت را تشکری قرار بده، سپاسگزاری قرار بده از الله متعال. چون که الله متعال به تو قدرت داده، تو رو چیره کرده بر دشمنت و غالب شدی، به سپاس از این چیرگی و این اقتدارت اون دشمن خودت را معاف بکن و ببخش. واقعا توصیه بسیار با ارزشی هست. جعفر ابن محمد امام صادق رحمت الله علیه جمله زیبایی دارند در این زمینه و میگویند که اگر من به خاطر عفو کردن و از معاف کردن و بخشیدن پشیمان بشوم، بهتر از این است که از انتقام گرفتن پشیمان بشوم. یعنی این که من یکی رو بخشیده باشم، معافش کرده باشم، بعداً پشیمان بشم که من چرا فلانی رو چرا بخشیدم، چرا انتقام نگرفتم، چرا مقابله به مثل نکردم. این پشیمانی بهتر از اون پشیمانی هست که من انتقام بگیرم، مقابله به مثل بکنم، بعداً پشیمان بشم کاش که انتقام نمی گرفتم، کاش می بخشیدم. و واقعا هم این گونه هست. گذشت مایه عزت هست. انسانهایی که به خاطر الله متعال میبخشند، در گذر میگیرند، اخطای دیگران را نادیده میگیرند، اینها واقعا لیاقت این را دارند که الله متعال گناهان چنین افرادی را نادیده بگیرد. ما در تاریخ و سیر بزرگان خودمون موارد بسیار زیبایی را در این زمینه داریم. مثلا از امام شعبی نقل شده که یک فردی اومد و به ایشان دشنام داد، بد گفت به ایشان. به جای این که شعبی مقابله به مثل بکند، آشفته بشود و به جایش دشنام بدهد، ایشان فرمود که ان کنت صادقا غفر الله لی. اگر تو راست میگویی که از من عیبجویی میکنی و این دشنام رو به من دادی، اگر راست میگویی، واقعیت حسن چی گفتی، الله متعال مرا ببخشد، معافم بکند. اشتباهی رو انجام دادم، الله متعال مرا مغفرت بکند. و این کنت کاذبا فغفر الله لک. منتها اگر تو دروغ میگویی، این افترا هست، تهمت هست، بهتانی هست که به من میزنی، عیبجویی بیموردی هست که از من میکنی، غفر الله لک، الله متعال تو را ببخشد و مغفرت بکند. این اخلاق والا، این جوانمردی، این عزت نفس به این اندازه واقعا فقط انسانهای عظیم و جوانمرد میتوانند که چنین کارهایی رو انجام بدهند. و همچنین در مورد فضیل ابن مروان اومده که
بهش خبر دادند که فلانی به تو دشنام داده. یکی خبر آورد که فلان کس در مورد شما حرف بدی زده، به شما بد و بیراه گفته. فضیل ابن مروان رحمت الله علیه گفت که اون کسی را که بهش دستور داده این کار رو بکند من ناکامش خواهم کرد، اون رو عصبانی خواهم کرد. اون کسی که آمرش بوده، دستور داده، پشت این قضیه بوده، من اون رو ناکام خواهم کرد و ناامیدش میکنم و ناراحتش میکنم. گفتند که کی دستور داده بهش که به شما دشنام بدهد؟ گفت که شیطان دستور داده. شیطان وادارش کرده که به من ناسزا بگوید. من شیطان رو ناامید میکنم. واقعا اگر انسان مسلمان به این اندازه و به این درجه از گذشت و بخشش برسد، واقعا این جای سپاسگزاری دارد و جای مباهات و افتخار دارد که انسان مسلمان بتواند این اخلاق کریمانه را و این گذشت و عفو و بخشش را ایجاد بکند در وجود خودش و این توانایی را داشته باشد که از خطاکاران و کسانی که مرتکب اشتباه شدند ببخشد و آنها را معاف بکند. یک مورد بسیار جالب دیگری هست که علامه ابن قیم رحمت الله علیه از استاد خودش نقل می کند در مورد ابن تیمیه رحمت الله علیه. میگوید که برخی از دوستان ما و آشنایان ما میگفتند که کاش که ما با دوستان خودمون مانند ابن تیمیه با دشمنانش عمل میکردیم. یعنی علامه ابن تیمیه شیخ الاسلام رحمت الله علیه با دشمنانشون چنان با لطافت برخورد میکردند، برایشون دعای خیر میکردند که یکی از شاگردان ابن تیمیه رحمت الله علیه میگوید که کاش من میتونستم با دوستان خودم چنان رفتار بکنم که ابن تیمیه با دشمنان خودش رفتار میکرد. این نشان از جوانمردی دارد و نشان از عزت نفس دارد. ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. گذشت مایه عزت هست. این نام نیکی رو از شما به جا خواهد گذاشت و تعریف و تمجید مردم را در پی خواهد داشت و این نشانه این هست که مردم از شما راضی هستند به خاطر کار خیری که انجام دادید، به خاطر عفو و بخششی که فقط و فقط به خاطر الله متعال بوده. هم وجهه شما در میان مردم محفوظ، عزت نفس شما در میان مردم محفوظ که گذشت مایه عزت هست، و هم این که شما خودتان را شایسته رحمت و مغفرت الله متعال قرار دادید که الا تحبون ان یغفر الله لكم. اگر دوست دارید که الله متعال شما را ببخشد و مغفرت بکند، از گناهان شما صرف نظر بکند، شما هم از اشتباهات زیر دستانتان، دوستانتان و خویشاوندانتان صرف نظر بکنید تا اینکه این شایستگی رو داشته باشید که الله متعال هم شما را مغفرت بکند و از شما بگذرد و گناهانتان را معاف بکند. امیدوار هستم که این اخلاق والا و این گذشت و بخشیدن خطاکاران و این اخلاق بسیار زیبایی که اسلام به ما دستور داده در جامعه ما عام و فراگیر بشود و ما بتوانیم که از کسانی که در حق ما کوتاهی کردن گذشت بکنیم و آنها را معاف بکنیم. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.